این دستگاهی رو که ملاحظه میکنین یه دستگاه شیرساز هستش، حدود $9000 قیمتش هست و کارش به این صورته که ما شیر خشک رو از این بالا میریزیم داخل این مخزن و اینجا با آبی که از اون بالا میاد با هم دیگه ترکیب میکنه و یه دمای به خصوصی شیر رو در پایین به پستانک ها تحویل میده و درجه حرارت دستگاه رو میشه تنظیم کرد که چه درجه حرارتی شیر رو تنظیم کنه یا غلظت شیر رو به چه میزان باشه میتونه اینجا به بره ها تحویل بده. بره هایی که معمولا 3 قلو 4 قلو هستن و مادرشون توان شیردهی به اونا رو نداره ما به اینجا منتقل میکنیم و مثلا یک بره الان داریم که قسمت پایین چونش اصلا این قسمت رو نداره و نمیتونه پستان مادرش رو بگیره و شیر بخوره و مجبوریم این رو به این قسمت منتقل کنیم که از دستگاه استفاده کنه. قیمت دستگاه حدود $9000 قیمتش هستش و معمولا در ایران این دستگاه کاربرد نداره به خاطر اینکه گوسفندایی که در ایران هستن 2-3 قلویی که زایمان میکنن گوسفندا توان شیردهی به این رو به برهاشون رو دارن، ولی نژادی که ما داریم رید و آرکات کانادایی هستش که اینها شیر کمی دارن و چند قلوزایی بالا و توان شیردهی به همه بره ها رو ندارن. ما 2 تا از بره ها رو به خود گوسفند میسپاریم و اضافه رو به اینجا منتقل میکنیم چون تازه زایمان ها شروع شده. یه حدود 5 تا از بره ها رو ما آوردیم اینجا که در انتها ممکنه به 50 تا یا بین 50 تا 100 تا برسه که از این دستگاه تغذیه میکنن. شیرها رو کیسه های شیر خشکا رو کیسه های 20 کیلویی هستش و قیمتش $100 هست و هر بره من فکر میکنم که $70 تا $80 از این شیر خشکا رو مصرف میکنه که 2 ماهه بشه و بعد به استارتر رو غذا میفته و همین. چیز دیگه من به ذهنم نمیاد. امیدوارم که اطلاعات خوبی به شما داده باشم.